سلام دوستان عزیز، امیدوارم همگی خوب و صحتمند باشید. خوش آمدید به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی برنامه‌نویسی با جاوا. مطابق با جلسات قبلی ما امروز قرار است که دستورات حلقوی را بخوانیم، چون ما در جلسات قبلی دستورات شرطی را خوانده بودیم conditions، اما امروز دستورات حلقوی یا لوپس را میخوانیم. خب خیلی زود سریع میگیم که لوپ چی است. لوپ به خاطر از این استفاده میشه که دستورات ما رو به شکل repeatedly یا به شکل تکرار انجام بدن. حالا ای که چرا ما باید یک عملیه رو چندین بار تکراری انجام بدیم، این شاید یک از سوالاتی باشه که فعلا برای شما پیش بیایه، اما تا آخر موضوعات درسی لوپ شما مطمئنا میفهمین که چرا ما باید ای تو یک ساختار را داشته باشیم. سه چیزی که خیلی مهم در دستورات حلقوی وجود داره و اویی است که اول لوپ یک کاندیشن داره، یعنی یک شرط داره و تا زمانی که شرطش ترو باشد دستورات حلقوی به شکل مکرر یا تکرار اجرا میشه. بعد موضوع کانتر وریبل است. کانتر یعنی محاسبه کننده. شما باید یک متحول یا یک وریبل رو حساب کنین که کاونت بکنه، یعنی حساب بکنه، مثلا یا از 1 الی n به سمت بالا یا مثلا از n به سمت پایین الی 0 باید محاسبه بکنه. و موضوع بعدی اینکرمنت و دیکرمنت است. گپ ای است که شما در داخل دستورات حلقوی یا دارین یک عملیه را به سمت افزایشی، یعنی از 1 به بالا شروع میکنین به اجرا کردن، یا از بالا به پایین، یعنی از یک عدد به سمت پایین دارین اجرا میکنین، که در هر دو حالت یا ممکن است که عملیه را به سمت افزایشی پیش ببرید یا به سمت کاهشی حرکت بدید. خب این سه بخش مهمی است که هر دستور حلقوی یا لوپ باید داشته باشه. حالا ما سه نوع دستور حلقوی داریم در جاوا، یکی while است، یکی do while است و یکی هم for است. خب دستور while یا دستور حلقوی while تا زمانی به شکل تکرار اجرا میشه که کاندیشن یا شرطش چی باشد؟ true باشد، همون قسمی که در اول گفتیم. دستور do while یک بار یا حداقل یک بار بادی یا بلاک خودش را اجرا میکنه و بعد از او چک میکنه که آیا کاندیشن true هست و یا چی؟ false. و دستور فور خلاصه یا یک شکل ساده تر از دستورات حلقوی رو برای ما ایجاد میکنه که تفاوتش با وایل و دو وایل انشالله ما میبینیم. خیلی زود و سریع میریم یک مثال در بخش وایل و دو وایل با هم کار میکنیم. خب دوستان، ما یک فایل به نام loops.java ایجاد کردیم، کلاس خود ایجاد کردیم، متد مین داریم. اولین کاری که من میکنم، گفتم که ما در لوپس سه بخش داریم. یک بخش اولش ای است که ما باید یک کانتر وریبل داشته باشیم. پس اولین کاری که میکنیم ما یک متحول کانتر استفاده میکنیم. مطمئنا متحول کانتر ما باید اینتیجر باشد، از دیگه اعداد نمیتونیم استفاده بکنیم، به خاطر از اینکه ما به اساس اعداد محاسبه کننده مثل 1 2 3 4 به شکل پیش میریم. مثلا میگیم که اینتی کانتر مساوی است با 0 یا مثلا مساوی با 1، فرق نمیکنه. خب بخش دوم مایی بود که باید کاندیشنش چی بکنیم؟ مشخص بکنیم، یعنی لوپ کاندیشن باید تعیین بکنیم. خب چون ما از وایل استفاده میکنیم، میگیم وایل تا زمانی که کانتر کوچیک از 10 هست تا او زمان، مثلا برای ما بگو که system.out.println welcome to Java programming. و میمونه بخش چندمش، بخش سومش. بخش سوم ای بود که ما باید اینکریمنت و یا دیکریمنت چی بکنیم؟ مشخص بکنیم. خب چه زمان ما تعیین میکنیم که اینکریمنت و چه زمان تعیین میکنیم که دیکریمنت انجام بدیم؟ اگر قیمت اولیه کانتر وریبل ما از اعداد کوچیک شروع شده باشه، پس ما باید چی بکنیم؟ او را اینکریمنت بکنیم، یعنی به سمت بالا بریم. یعنی ما فعلا میخوایم از 1 تا چند تا 10 حرکت بکنیم. اما اگر اعداد ما بزرگ باشد و به سمت کوچیک بریم، پس ما باید دیکریمنت اینجا انجام بدیم. اما فعلا چون کانتر ما کوچیک است، پس ما باید کانتر به سمت جلو یا به سمت پیش حرکت بدیم. پس میگیم کانتر پلاس پلاس. خب اینجا فعلا برای ما چی اجرا میشه؟ تا از 1 تا 10، یعنی برای 10 بار این دستور برای ما چی میشه؟ نمایش داده میشه. زود میریم پروگرام کامپایل میکنیم و رن میکنیم. خب من در همون فولدر قبلی هستم. اگر دی آی رو نوشته بکنم برای ما فایل loops.java را نمایش میده. خب من فعلا میگم java c loops.java، اینتر میکنم و میگم java loops. خب بله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 بار برای ما این ویلکام تو جاوا پروگرامینگ رن کرد. حالا شاید سوال برای شما باشه چرا 9 بار؟ دلیل این است که ما از 1 شروع کردیم و تا نرسیده به 10 این عملیه را اجرا کردیم. اگه بگیم که کوچیک و مساوی به 10، او زمان چه تغییراتی میه؟ صفحه رو پاک میکنیم، دوباره فایل کامپایل میکنیم و دوباره رنش میکنیم. حالا بیاییم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. پیشتر ما از 1 شروع کرده بودیم تا کوچیک از 10، اما حالا از 1 شروع کردیم به شمول 1 و به شمول 10 که پس 10 تا استیتمنت برای ما چی میکنن؟ نمایش میده. خیلی خوب، این از حالت اولیه وایل. همین حالت میریم سریع با دو وایل اجرا میکنیم و بعد از اون میایم یک مثال نسبتا عملی تر پیاده میکنیم. خب دوستان، اینجا ما دستور دو وایل داریم. اگه متوجه شوید میبینید که با حالت وایل یک مقدار متفاوت است، اما شرط اساسی لوپ هیچگاه تغییر نمیکنه. همون کانتر وریبل، همون اینکریمنت دیکریمنت اپراتور و همون کاندیشن سر جایش هست. اما یک تفاوت داره. تفاوتی است که دستور دو وایل با کلمه دو شروع میشه و با بلاک آغاز میشه، یعنی از اینجا تا اینجا. یعنی یک بار میگه دو، فرق نمیکنه که کاندیشن ترو است یا فالز است. درست؟ یک بار میگه ای بلاک اجرا بکن، یعنی یک بار حداقل system.out.println را اجرا بکن، مثلا welcome to java را پرینت بکن و بعد از او هر بار بیا یک بار چک بکن که مثلا کانتر آیا کوچیک هست با ده یا نه. مثلا بیاین ما قیمت اینجا میگیریم 100، متحول ما قیمتش 100 است. خب مطمئنا این شرط فالز است. چرا؟ چون کانتر از 10 کوچیک یا مساوی نیست، چون کانتر 100 است. اما دستور دو وایل حتما برای ما یک بار ویلکام تو جاوا را نمایش میده. بیاین یک بار با هم دیگه مثال اجرا. خب دمو فولدر قبلی من صفحه را فعلا پاک میکنم، فایل کامپایل میکنم java.loops.java و java loops. میبینین یک بار برای من حداقل ویلکام تو جاوا را پرینت میکنه. چرا؟ دلیلش این است که فعلا شرط ما اینجا چی است؟ کاندیشن ما فالز است، اما حداقل یک بار این بلاک برای ما چی میشه؟ اجرا میشه. چه رقمی محاسبه میکنه جاوا؟ این قسمی. اول میگه دو، این دستور رو پرینت کن، بعد از او کانتر پلاس پلاس کن. کانتر دفعه اول 100 است، یک بار که اضافه میشه 101 و اینجا میاد چک میکنه که 101 کوچیک از 10 نیست، پس شرط چی است؟ فالز است. با اون لحاظ لوپ همینجا استارت میشه و دوباره اجرا نمیشه. یک تفاوت دیگه ای که دو وایل با وایل داره این است که شما در وایل بعد از کاندیشن وایل سمیکالن استفاده نمی کنید، اما در دو وایل بعد از کاندیشن وایل سمیکالن استفاده می کنید. خب این بود تفاوتشون. حالا میریم همین مثال زود با فور لوپ اجرا می کنیم. خب ما حالا باید با دستور حلقوی فور همون مثال قبلی خود اجرا بکنیم. بیاین ببینیم که ما در تعریف گفتیم که دستور حلقوی فور یک شکل خلاصه تر یا ساده تر یا یک سینتکس ساده تر برای نوشتن دستورات حلقوی برای ما میده. یعنی که شما هم کانتر وریبل، هم لوپ، هم اینکریمنت دیکریمنت را میتونید در یک مرحله اجرا بکنید به این شکل که for int مثلا counter مسایسته با 0 این دفعه میگیریم، counter کوچیک و مساوی با 10 و counter چی؟ پلاس پلاس. حالا بلاک فور را ایجاد میکنین system.out.println welcome to java. این دفعه پروگرامینگ لنگویج هم بهش اضافه میکنیم که با مثال قبلی ما تفاوت کنه. خیلی خوب، میبینین در یک خط شما این سه کار همزمان اجرا کردید. بیاین بریم فایل کامپایل بکنیم و رن کنیم ببینیم که آیا نتیجه مشابه برای ما میده یا نه. خب میایم میگیم که java c loops.java و java loops. بله به این شکل برای ما دستور نمایش میده. خب دوستان، همه قسمی که براتون گفتم ما از دستورات حلقوی برای نمایش مثلا یک مسیج به شکل تکرار استفاده نمی کنیم. ما یک بحث بعداً داریم به نام اری که ما در اونجا از دستورات حلقوی استفاده می کنیم. ولی پیش از اینکه ما به مبحث اری برسیم من میخوایم یک مثال ساده برای شما کار بکنم تا اینکه بفهمید دستورات حلقوی چقدر خوبی‌ها رو برای ما میتونه داشته باشه. ما به جای system.out.println در اینجا
میگم که با استفاده از یک کلاس که در جاوا به نام کلاس مت استفاده میشه و این کلاس یک متد داده به نام رندوم و این متد میتونه برای ما بین 0 الی 1 بین 0 الی 1 همه قسم که میدونین لایتناهی اعداد وجود داره. بین 0 الی 1 میتونه برای ما اعداد جنریت کنه، یعنی یا تولید کنه. ما میایم چیکار میکنیم؟ با استفاده از دستورات حلقوی مثلا میگیم که 10 تا عدد اتفاقی یا تصادفی را برای ما چی بکن؟ تولید بکن. پس میایم چی میکنیم؟ میگیم که مثلا یک متحول تعریف میکنیم به نام double number مساوی است با کلاس mat.random و از اون جایی که کلاس mat.random بین 0 الی 1 اعداد جنریت میکنه، من این را ضرب 10 میکنم به خاطر از این که عدد دو رقمی برای ما چی بکنه؟ جنریت بکنه و داخلش هم سمیکالن اضافه میکنم. حالا system.out.println مثلا میگم که random number is جمع number. شما میدونین که ما اینجا چی را به کار بردیم؟ string concatenation. خیلی خوب، شما حتی میتونید متحولتون را در بیرون تعریف بکنید و این عملیه را اینجا اجرا بکنید، ولی من این متحول فعلا بله میتونیم که فعلا اینجا برش بگیم که double number مساوی با فعلا چند باشه؟ 0 باشه. خیلی خوب، فایل خود را سیو میکنیم و میایم برای صفحه cmd دوباره فایل کمپایل میکنیم java c loops.java println. میبینیم ما اینجا این از پیش ما جا مانده. میایم اینجا دستور تکمیل میکنیم println save refresh دوباره از نو کمپایل میکنیم. بله ارور نداره و loops enter. میبینین برای ما اعداد تصادفی را جنریت میکنه به این شکل. خب اگر هر بار شما بیاین من تعدادش کم بکنم، مثلا تعدادش بگویم 4 یا 5 تا، فایل کمپایل میکنیم اجرا میکنیم 5 تا عدد. من هر بار که پروگرام اجرا بکنم اعداد متفاوت می باشن. چرا؟ چون اینا اعداد چی هستن؟ تصادفی یا رندوم. خب دوستان، امیدوارم که حداقل یک کاربرد از دستورات حلقوی رو تونسته باشم برای شما در این درس نمایش داده باشم. ما در جلسات بعدی خصوصا بعد از اینکه مبحثی به نام اری را میخوانیم از دستورات حلقوی خیلی زیاد استفاده میکنیم. پس تا اون موقع شما میتونید که از دستورات حلقوی استفاده بکنید و بعضی از کارها رو به شکل تمرینی اجرا بکنید. دوستان عزیز، این بود از درس جلسه امروز ما. اگر از این ویدیو خوشتون میاد پس لطفاً ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید و حتی اگر عضو کانال ما نیستید میتونید کانال رو سابسکرایب بکنید. میتونید با فشار دادن دکمه زنگوله هر وقتی که ویدیوی جدید آپلود میشه خبر شوید و حتی اگر انتقاداتی یا پیشنهاداتی داشتید میتونید در بخش کامنت بنویسین و مرا در جریان قرار بدید. تا درس بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار همگیتون.